امروز 20 سال من و شما دیدیم، تجربه کردیم، با نظر دیدیم که فرهنگ تف شده غرب و دموکراسی کاذب 20 سال کشور من و شما را به کجا رساند. دیدیم که اون سکولارستایی که اسلام نما بودن دفعه میگفتن دین اینه، اسلام اینه، دیدیم کشور من و شما را چکار کردن. بشار اسد ظالم گوداله های ظلم و شکنجه زندان او را دیدیم و شنیدیم. امریکای غاصب دفاع از دموکراسی میکنه، عروسکش و نمایندهش اسرائیل غاصب علیه مردم غزه چه کار میکنه؟ پس امروز من و شما به این نتیجه میرسیم که فرهنگ تف شده دموکراسی کاذب غرب به زبالدان تاریخ رفت و امروز فضای اسلام، عنعنه اسلام و شعار اسلام الحمدلله و المنه میبینیم که انشالله یک جرقه بزرگ انقریب، یک جرقه بزرگ میشه که یک امپراتوری اسلامی بزرگ در زمین خدا میشه. تکبیر! این از کجا میشه؟ این از عقیده میشه، از اخلاص میشه، از معنویت میشه. والله اگر به ریا و به سمعه و به عنعنای باطل بخواهیم که ما دینداری کنیم امکان نداره، به جز ازی که عقیده و اخلاص و معنویت خود من و شما به الله کنیم. روی اخلاص و معنویت ما و شما میتونیم که جهانگیر باشیم، اسلام بر فراز پای امریکا و اروپا ما و شما به اعتزاز بیاریم. ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد.